شهروندان مولداوا حق رفت و آمد بدون روادید به اتحادیه اروپا را به دست درآوردند. در عکس العمل به بحران اوکراین، اتحادیه اروپا تقاضای دریافت ویزا برای رفت و آمد شهروندان اولین کشور شریک برنامه شرقی اتحادیه اروپا مولداوا را کنار گذاشت. در پایتخت عراق شهر بغداد افسران نیروهای امنیتی پیشکی در انتخابات پارلمانتی آواز دادند. به این وسیله افسران پلیس و ارتش در روز 30 اپریل امکان خواهند داشت که با تأمین نظم و ثبات در حوزه‌های انتخاباتی مشغول باشند. این اولین انتخابات پارلمانتی عراق بعد بیرونشوی نیروهای بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا در سال 2011 است. در بلگراد سروزیر نو سربیا الکساندر ووچیچ با رهبر سیاست بیرونی اتحادیه اروپا خانم کاترین اشتون دیدار و گفتگو داشت. حکومت زیر رهبری ووچیچ که 27 اپریل سوگند یاد کرده است، هدف دارد برنامه اصلاحات مفصل را پیش برده تا آخر 10 ساله جاری شرایط عضویت سربیا در اتحادیه اروپا را فراهم آورد. در شهر آستانه قزاقستان فعالان گروه‌های جمعیتی در نزد قصر ریاست جمهوری جمع شده تقاضا نمودند روسیه پرتاب موشک‌ها از قلمرو این کشور را خاتمه بخشد. پلیس شماری از نمایندگان اعتراضگران را که می‌خواستند به عنوان پرزیدنت نورسولطان نظربایف نامه تسلیم کنند بازداشت نمود. اعتراضگران میگویند بعد پرتاب‌های ناکام موشک‌های روسیه مواد سوخت زهرآلود محیط زیستی گرد و اطراف پایگاه کیهانی بیکانور را آلوده نموده است. دسته منتخب کریکت افغانستان طول 8 روز در شهر کراچی پاکستان تمرین نمود. ورزشگران افغان امکان داشتند که از کاپیتان دسته کریکت پاکستان امیر سهیل سبق گیرند. ورزشگران افغان امیدوارند که تمرین در پاکستان برای پیروزی در مسابقه های بین المللی کمک می‌رساند.